با مالی و امکانات و ظرفیتی که خدا در اختیار شما گذاشته فخر برای بندگان خدا مفروشید. سبب تواضع و فروتنی شما بشه. نیازهای جامعهتون خودتون برطرف بکنید. اگر تا دیروز کمک میکردید که مشکل فقیر رو حل بکنید، دیگری رو نجات بدید، امروز کمک خودتون بکنید. با انفاق مالتون خودتون و خانوادهتون رو نجات بدید. نیازمندترین به کمک خودت به خودت و انفاق خودت در جامعه خودت و خانوادهت هستید. علما، تجار، اهل خیر، جوانا، اونایی که خداوند ظرفیتی بهشون داده، خواهرها، پدرها، ریش‌سفیدا، همه دست به دست هم بدیم. هم علمای خوبی دارید، جوان، خوشفکر، بروز، با شما راحتن. هم تو علمای شما مرید و مرادی وجود نداره.